سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره یاد بگیریم که کلاً چند نوع کم شنوایی داریم، دلایل هر کدوم چی میتونن باشن، آیا میتونیم پیشگیری کنیم ازشون و در انتها درمان هر کدوم چه شکلی هست. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. نوع اول کم شنوایی حسی عصبی هست. اتفاقی که تو این کم شنوایی تو بدن ما میفته اینه که یا سلول‌های مویی داخل حلزون شنوایی ما درست کار نمی‌کنن، آسیب دیدن، یه چیزیشون هست بالاخره که میشه بخش حسی، یا عصب شنوایی ما درست کار نمی‌کنه، پیام‌ها رو درست نمیگیره، یا اگه میگیره درست انتقال نمیده بالا که مغز ماست در واقع، که میشه بخش عصبی، و یا هر دوی اینها همزمان با همه که این باعث میشه ما کلا این دسته از کم شنوایی رو بهش بگیم کم شنوایی حسی عصبی. دلایل این کم شنوایی چیه؟ آیا میشه پیشگیری کرد؟ دو تا از پرتکرارترین و رایج‌ترین دلیل‌هایی که باعث این نوع از کم شنوایی میشن، یک کم شنوایی ناشی از افزایش سن هست که توی آن بهش میگیم پیرگوشی یا همون پرسباکیوسیس، یا کم شنوایی ناشی از نویز و سر و صدا که خیلی اون هم باز در جهان امروز ما رایجه. کاری که میتونیم برای پیشگیری بکنیم اینه که با انواع وسایل در واقع محافظت شنوایی مثل این قالب‌های ضد صوت کم کنیم این سر و صدای محیط رو برای خودمون، یا تا جایی که میشه کلاً به دور باشیم از این محیط‌ها که کمتر در معرض آسیب قرار بگیریم. چطوری درمان میشن حالا این مدل کم شنوایی ها؟ متاسفانه درمان دارویی یا جراحی براشون نداریم. کسی که درگیر این نوع از افت شنوایی میشه معمولا ما بهش تنظیم و تجویز سمعک رو در واقع پیشنهاد میکنیم. با سمعک به مراتب داستان برای این افراد راحت‌تر و بهتر خواهد شد. اما فقط این دوتا علت نیست، یه سری عوامل دیگه هم میتونن این مدل از کم شنوایی رو برای افراد ایجاد بکنن که یکم نادرترن ولی به هر حال ممکنه در بعضی از افراد اتفاق بیفته، مثل افت شنوایی ناگهانی یا sudden hearing loss یا sudden hearing death یا sudden death، حالا کم شنوایی ناگهانی، یا اکوستیک نوروما، یا انواع تومورها در سیستم شنوایی. یه چیزی که یک خاصیتی که این عواملی که الان بهتون گفتم داره اینه که معمولاً یکی از گوش‌های افراد رو درگیر میکنه. پس لطفاً و خواهشاً اینجا این رو از من داشته باشید. هر زمانی که شنوایی شما فقط در یک گوش تحت تاثیر قرار گرفت، فقط یک گوشتون احساس کردید خیلی صدا کم شده ولی اون یکی اوکی بود، همون لحظه همونجا هر جا که هستید اورژانسی به پزشک خودتون مراجعه بکنید. درمان این چند تا موردی هم که گفتم معمولا داروهای استروئیدی هست. اینکه چقدر درمان شما موفقیت آمیز باشه یا نباشه بستگی به اون میزان دوزی که میگیرید، اون مدت زمانی که مراجعه میکنید، یعنی هر چقدر زودتر شما مراجعه بکنید شانس بهتر شدن و برگشت شنوایی شما بیشتره. و اینم بگم که درمان این دسته قطعاً زیر نظر پزشکان متخصص گوش حلق و بینی انجام میشه. و اما بریم سراغ نوع دوم یا دسته دوم کم شنوایی که بهش میگیم کم شنوایی انتقالی یا کانداکتیو که البته مکانیکال هم بهش میگن. تو این نوع کم شنوایی دیگه ما کاری با حلزون و عصب و اینا نداریم، هر چیزی که هست قبل از ایناست. کجاست؟ الان بهتون میگم. ببینید صدا، وقتی که شما صدا رو میشنوید، خب اینطوریه که اول از طریق این گوش خارجیتون وارد میشه، کانال گوش رو طی میکنه، میخوره به پرده گوش رو میلرزونه، اون لرزش و ارتعاش پرده میخوره به استخوانچه های کوچیک داخل گوش میانی شما. حرکت اون استخوانچه ها مثل یک زنجیره یه دریچه دیگه ای رو تکون میده و تکون اون زنجیره تازه منتقل میشه به حلزون شما. حالا هر جایی از این مسیری که گفتم، هر جایی از این زنجیره صدا بلاک بشه و نذاره که این انتقال شکل بگیره، کم شنوایی انتقالی صورت گرفته. حالا چه چیزایی میتونه این زنجیره رو تحت تاثیر قرار بده؟ عفونت، نمیدونم، انواع اختلالات و بیماری های این سیستم. حتی جرم گوش شما به سادگی میتونه صدا رو بلاک بکنه و این مدل از کم شنوایی برای شما ایجاد بکنه. درمان این دسته از کم شنوایی هم معمولا درمان های دارویی و جراحی هستن. و اما بریم سراغ نوع سوم کم شنوایی. خب فکر میکنم که میشه حدس بزنید دیگه، خیلی سخت نیست. دسته اول و دوم رو اگر با هم ترکیب بکنید، نوع سوم که بهش میگن نوع میکس به وجود میاد. یه میکسی از دوتای قبلی، یعنی اگر یه فردی کم شنواییش هم بخش حسی عصبی داشته باشه و هم بخش انتقالی، بهش میگن کم شنوایی میکس داره.
و خب درمانش هم یه مقدار چالشی تره، یه مقدار پیچیده تره، چون ممکنه که همزمان یا در واقع بگم ابتدا درمان دارویی نیاز داشته باشه یا جراحی نیاز داشته باشه و سپس بعدش به سمعک احتیاج داشته باشه و درمانش نیازمند یک تیم باشه در واقع و نه فقط اودیولوژیست یا فقط متخصص گوش و حلق و بینی. این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که مفید بوده باشه، امیدوارم که چیزی ازش یاد گرفته باشید. فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، اینطوری ویدیوهای بعدی این پلیلیست و کلا کانال من رو هم از دست نمیدید. مرسی، تا ویدیو بعدی.